سبب‌هایش چونه که شما می‌دونید معمولاً اینا افراد مطرح سیاسی همچون رهبر، روزنامه‌نگار یا مسئولین درجه بالای حزب نبودند، ولی از نزدیک‌های مثلا این یا آن مسئول بودند که به خاطر خویشاوندی مورد بازجویی یا بازپرسی در تاجیکستان قرار می‌گرفتند، به خاطر این کشور را ترک کردند. ولی خودشان شاید یک راننده بود مثلا یا یک عضو عادی حزب بود و اینها مثلا در گذشته فعالیت سیاسی روزنامه‌نگاری نداشتند، مثلا در روزنامه مقاله نشر نکردند یا اینکه در رسانه ها نبودند. به خاطر همین میگن که شما دلیل کافی ندارید، فقط اینکه شفاهی میگید که مثلا شما مورد بازجویی قرار دارید یا که مورد فشار حکومت و مقامات در کشور خود کافی نیست. یا شما می‌بینید در تاجیکستان کسی را دعوتنامه، یعنی پلیس و سود و دادگاه دعوتنامه نمیدهد که حداقل این سند هم در دست آنها باشد. مشکل همین هست. خب تقاضای اول برای پناهندگی رد شد، دوم رد شد، سوم رد شد. این مرحله چقدر ادامه میکند؟ چند سال ادامه میکند؟ مثلا پرونده هست که الان از سال 2015 تا الان ادامه دارد. رسمیت این است که وقتی شما درخواست پناهندگی میدهید، بار اول رد میکنند، شما حق شکایت از این دارید بر اداره مهاجرت، و بار دوم اگر رد شد شما با اداره بالاتر، یعنی یک شورای مهاجرت هست، مراجعت میکنید. بار سوم مراجعت میکنید و شکایت میبرید از بالای این قرارها به دادگاه. اگر دادگاه هم رد کرد به دادگاه عالی، اگر دادگاه عالی هم رد کرد دادگاه حقوق بشر اروپا قرار دارد و بعضا امکان دارد که این پروسیدور یا این روند سالها دوام کنه، 4-5 سال، و به شرط اینکه قانون‌های بود و باش در اروپا رو شما نقض نکنید یا در لهستان را، استرداد شما محال است. اونایی که مورد استرداد قرار میگیرن معمولا غیر قانونی بدون توقیف پروندهشان به کشورهای دیگر فرار میکنند که اونها را دوباره پس میفرستند لهستان و در این حالت اینها یک کمتر سیاست شدیدتر نسبت چنین پناهجوهای قانون شکن اتخاذ میکنند. میتوانید مثال های مشخص بیارید که مثلا کدام عائله ها با کدام خانواده ها خطر استرداد و یا بازگردانیدن به تاجیکستان تهدید میکند؟ برای نمونه خانواده حبیب الله تشیف که در چنین حالت قرار داشت، بعد از 3 بار رد شدن کیسش به آلمان رفت، اونها را دوباره حکومت آلمان به لهستان فرستاد و اونها برای 6 ماه همراه خانواده در بازداشتگاه بسته پوشیده بودند که باید حکم استردادشان صادر شده بود. ولی بعد از رسانه‌ای کردن و فعالیت‌های زیاد به این خانواده حقوق، یعنی که حقوق پناهجویی نه ولی استاتوس انسان دوستانه گومانیتار دادند و فعلا اونها در اینجا زندگی دارند. اما یک نفر دیگر از پناهجوی تاجیک که عضو گروه 24 هست، مصطفی حیاتوف، متاسفانه اون هم در چنین روند قرار داشت، یعنی که بعد از رد شدن کیسش به آلمان رفت و بازگشت به لهستان فرستادنش و الان در حالت استرداد قرار دارد. البته ما تلاش داریم که از استردادش پیشگیری کنیم، ولی نمیدونم که این به ما میسر میگردد یا نه.